چند وقت پیش بود. من یه 5 سال کف خیابون کارتون خوابی داشتم میکردم ولی سالم بودم. یه موتور مزایده‌ای خریدم. موقعی که داشتم همه بودم، پدر مادر دورم و زدن و کاری ندارم، خواهر برادر همه قیدم و زدن چون مالم از دست رفته بود. با این موتور مزایده‌ای غیرتی کار داشتم میکردم که خودم رو بکشم بالا. مأمور جلومو گرفت، اینم قلام چیزشه، قبض پارکینگشه. التماس مأموره رو کردم، گفتم زن و بچه‌م رفتن قلامه خونه 10 میلیونه، چون عزیزت موتور نخوابون. تو چیکار کنم؟ برو مشکلتو حل کن. موتور رو خوابون، کل حرفم میخوام ختم این شه. یکی دیگه یه موتور بهم یکی از رفیقای مشتی همینجوری این موتور رو بهم داد، دارم کار میکنم. تو این دور زمونا آهو به بچه شیر نمیده. از اینکه این موتور هست و داره مثل یه مادر بیری ها ازم پرستاری میکنه، میخوام زانو بزنم لاستیکشو بوس کنم. زندگی یه جوری شده از زندان بدتر. آهو به بچه شیر نمیده. قد داشته هاتون رو بدونید تا موقعی که دارین احساسی با هیچ کی برخورد نکنی، حتی پدر مادر مالت بره اینجا حسابت نمیکن. خسته و در به در شهر غمم، شبم از هر چه شب سیاه